ببین کی اینجاست. خوش اومدی جناب عطا. راحت باش. بفرمایید. خوبی؟ بله. تو بودی چی کنی؟ آقای عطا کارما رو میبینی؟ نه بابا این که دیگه اصلا هست. کارما گذشته دست خداست. ببین خدا چجوری یه نفر این منو میکنه دست خودش. من اگه اونجا پامو نداشته بودم بیخیر شما که پولمو بگیرم، شما کجا اینجا کجا؟ من وسیله بودم اون آتیش رو روشن کنم این گلستون به وجود بیاد. بله. واقعا نمیدونم چجوری باید ازتون تشکر کنم. نه بابا اصلا همین گلم شما اما قبول بکنی من راه میفتم میرم خونم. دور امروز با خودکاری خط قرمز میکشم. این بنده خدا ثابت گروپ گوهرشناس میده. شما رو از لای آهنگرزایی ما دید من کور بودم کور. عطا گلایول خریدی؟ گل مجلسی دیگه. من رفتم یارو گفتم خیلی هم سنگین قیمت زیادی گرفت.